با سلام و درود بیننده عزیز، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را من مومین احمدی گردانندگی میکنم. خبرهای جهان تاجیکستان از 28 اکتبر. در برنامه این گزارش ها را داریم. تاجیکی که از زندان روسیه فرار کرده بود بازداشت شده است. برای فرار نیم سال نقب کنده بودند. مقامات مسکو اعلام کردند که از اول سال آینده نرخ پتنت در این شهر برای مهاجران 20% گران خواهد شد. در تاجیکستان بحث یک شرکت چینی و تاجیکی به درازا کشید. صاحبکاران چینی از رفتار مقامات شکایت دارند. مقامات روسیه میگویند جستجوی یکی از 6 زندانی که روز 26 اکتبر از زندان ولایت لیپتسک گریختند ادامه دارد. یکی از این زندانیان شهروند تاجیکستان و بقیه زادگان ازبکستان بودند. رسانه‌های روسی نوشتند که زندانیان برای فرار نیم سال یک نقب کنده و از طریق آن گریختند. همکارم شهلای گلخوجه گزارش می‌دهد. در روسیه آخرین محبوس گروه 6 نفره را می‌جویند که آخر هفته گذشته از زندان لیپتسک گریختند. نیروهای امنیتی 5 نفری آنها را دستگیر کردند که همشان از کشورهای آسیای مرکزی هستند. به نوشته رسانه‌های روسی در بین آنها دوران جبارov شهروند تاجیکستان است. بقیه زادگان ازبکستان. برای فرار زندانیان نقب 65 متری کنده از زندان بیرون آمدند. 2 فراری را در ولایت تنبوف 200 کیلومتر دورتر از زندان دستگیر کردند. 3 محبوس دیگر ظاهراً برای ترک لیپتسک فرصت نیافتند که در نزدیکی‌های زندان دستگیر شدند. محبوسان قصد داشتند به وطن یعنی ازبکستان و تاجیکستان برگردند. Что задержан? Откуда? С лагеря, Липецкий район. Куда направлялись? Ну, в границу. Домой собрались. Сопротивление зачем оказывал? Нож откуда с собой? Взяли, чтобы пригодиться. نشریه کمیرسنت می نویسد زندانیان فراری با گناه تجاوز به ناموس و قاچاق مواد مخدر ادای جزا می کردند. یکی از آنها فقط نیم سال در زندان بوده است. مقامات زندان گفتند محبوسان توسط نقب فرار کردند که خودشان با بیلهای خود ساخت کنده خاک آن را به لوله‌های آب و کاریز می ریختند. Сколько человек совершил побег? 6 человек. Куда собирались бежать? Двое под Москвой шли, 4 на Тамбов пришли. Куда дальше собирались бежать? Через Казахстан, Куда? на Узбекистан народный. کمیته تفتیشاتی روسیه برای فرار زندانیان نسبت به پاسبانان و کارمندان زندان لیپتسک با اتهام غفلت در کار پرونده جنایی باز کرده است. هم از روسیه است و خبر مهم برای مهاجران کاری تاجیک. تا 2 ماه دیگر یعنی از اول سال 2025 قیمت اجازه‌نامه کار و یا پتنت در شهر مسکو پایتخت روسیه 20% بالا برده می شود. در این باره خبرگزاری دولتی تاس امروز از قول سرگئی سابیانین شهردار مسکو خبر داده است. به نوشته خبرگزاری سر از ماه ینور قیمت پتنت که حالا 7400 روبل است تقریبا 9000 روبل می شود. سابیانین گفته است سبب بالا بردن قیمت اجازه‌نامه کار برابر کردن خراجات کارفرمایان برای مهاجران و کارگران روس است. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و اقامت می‌کنند و اکثریت آنها برای کار اجازه‌نامه و یا همین پتنت را می‌گیرند و پیوسته از قیمت بلند آن شکایت می‌کنند. گرفتن آن هم رسمیات زیاد دارد و بیشتر آنهایی که از روسیه اخراج می‌شوند یا پتنت ندارند یا مهلت پتنتشان سپری شده است. حامیان حقوق مهاجران میگویند مقامات روسیه اجازه‌نامه کار را عمدتاً برای فشار به مهاجران استفاده می‌برند که مالیات زیادی هم به بودجه روسیه می‌پردازند. یک شرکت چینی با وزارت صنعت تاجیکستان بر سر بیکار کردن اجازه‌نامه کارش در کانی سنگ مرمر در ناحیه ونج بحث دارد. این شرکت چینی ادعا دارد که با بهانه ناچیز اجازه‌نامه آنها را بیکار کردند. مقامات تاجیک میگویند این شرکت قانون‌های تاجیکستان را ویران کرده است و با قرار دادگاه از حق کار محروم شده است. همکارانم ارشاد سلیمانی و براد یوسفی این موضوع را پیگیری کردند. این سنگ‌های مرمر برای آن حروف چینی دارند که برای صادرات به چین آماده شدند. سنگ‌ها را شرکتی مربوط به کمبینت متالورژی تاجیک که مؤسس آن شرکت فراز است در کان سنگ مرمر دهه پای مزار ناحیه ونج
که گفته می شود یکی از خوش‌صفت‌ترین سنگ‌های مرمر در دنیاست استخراج کرده است. قبلا این کان و استخراج سنگ مرمر در اختیار شرکت خروستال بود. خو سیودون رهبر شرکت خروستال و صاحبکار چینی ادعا دارد که با بهانه ناچیز اجازتنامه او را برای استخراج سنگ مرمر با پیشنهاد وزارت صنعت بیکار کردند. намояндагони ширкати Фароз омода ба мо гуфтанд ки дар ин ҷо мо кор мекунем. Шумо ба ҷои дигар биравед. аммо куҷо номаълум. мо барои тамдиди иҷозатнома ба додгоҳ муроҷиат карда будем ва қарори онро интизор будем. ҳоло бо қарори додгоҳ розӣ нестем ва аз он ҷо намеравем. радиои озодӣ дарбораи ин қазия моҳи август низ гузорише нашр карда буд. аммо муроҷиатҳои ба такрари соҳибкори чинӣ ва таҳқиқи бештари мавзӯъ دلیل‌های نو معتمد را در اختیار ما گذاشت. حالا به ادعای سیودون در پایگاه بنیاد کرده او کمبینت متالورژی تاجیک که به گفته‌اش به سابق شرکت فراز مربوط است، با یک کارشریک چینی خود مشغول استخراج و کارکرد سنگ مرمر می باشد. خبرنگار رادیو آزادی برای تصدیق این و دیگر ادعاهای صاحبکار چینی به این کان به مکان استخراج سنگ مرمر رفت. نماینده شرکتی که به استخراج سنگ مرمر مشغول است، خود را مربوط به کارمندان شرکت فراز معرفی کردند. имрӯз мо ба кон омадем, зеро таҷҳизоти ширкати мо ҳанӯз дар он ҷо аст. ман хостам ҳамроҳ бо намояндаи расонаҳо аз макони истихроҷ дидан кунем. дар натиҷа ширкати Фароз кормандони худро фиристода бо мошин сари роҳро гирифта монеи ворид шудани мо ба макони истихроҷ шуданд. ман намедонам Фароз чӣ ҳақ дорад ки монеи рафтани ман ба макони истихроҷи санг мешавад. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان در نشست خبری اخیری نهاد خود گفت که از بحث صاحبکار چینی آگاه است، اما مسئله بحث حقوقی است. ما بحثی بین این شرکت خروستال که از جانب اینوستورهای چینی هستند، این در حتی در سطح سفارت چین و دیگر مسئله بررسی کرده شده بود، لیکن متاسفانه این مسئله ما نیست، این مسئله حقوقی است. شرکت خروستال مجوز یا پروانه کار را سال 2014 برای 10 سال دریافت کرده بود و تا امروز نزدیک به 7 میلیون دلار برای زیربنا و استخراج مرمر سرمایه گذاری کرده است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو ماه ایون سال 2023 گویا با دلیل به بیرون از کشور صادر کردن سنگ مرمر پروانه شرکت را برای 3 ماه باز داشت. اما در میان اسنادی که خو سیودون به رادیو آزادی پیشنهاد کرد، سند نیز هست که وزارت صنعت ماه ایون سال 2022 به شرکت خروستال اجازه صادرات محصولات کارکرد شده تیار را داده است. این صاحبکار میگوید از رهبریت تاجیکستان میخواهد به قضیهش رسیدگی کنند، زیرا مقامات پایانی از شرکت کمبینت متالورژی تاجیک که مؤسس آن فراز است میهراسند و قضیه را منصفانه بررسی نمیکنند. فراز شرکت یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان است که چند سال پیش اعلام کرد که فعالیتش را بازداشته است، اما تحقیق نشان داد که این شرکت با نامهای دیگر تجارتش را پیش میبرد و تنها نام فراز دیگر ذکر نمی گردد. اسرائیل گفت حمله‌اش در روز 26 اکتبر به پایگاه نظامی ایران دقیق و نشان‌رس بوده است. مقامات ایران میگویند حمله آسیب نظرناگیری به پایگاه نظامی رسانیده است و اکثر موشک‌های اسرائیل را رهگیری کردند. رسانه‌ها از کشته شدن 4 سرباز ایرانی در حمله اسرائیل خبر دادند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته است به اسرائیل پاسخ سخت خواهند داد. خیرامان بقازاده گزارش صدای آمریکا را تقدیم می‌کند. مقامات اسرائیلی حمله به 20 پایگاه نظامی ایران را که گفته می شود در آن 100 هواپیمای جنگی استفاده شده است موفقیت آمیز نامیدند. آنها گفتند که عملیات روز پاسخ جواب به حمله ایران در روز 1 اکتبر بود. همزمان ما به انبار موشک‌های ایران و سیستم دفاعی هوایی آن ضربه زدیم. حالا برای اسرائیل آسمان ایران برای عملیات باز است. ارتش ایران گفت در حمله اسرائیل تنها سیستم راداری این کشور آسیب دیده است.
یک نشریه سعودی نوشت پایگاه موشک‌های بالستیکی ایران خراب شده است که برای بازسازیش 2 سال لازم می شود. تحلیلگران اسرائیلی میگویند هنوز ضرری رسیده به این حمله دقیق نیست. نتیجه حمله در شبکه‌های اجتماعی دیده نشد. آسیب شاید داخل پایگاه هاست که اطرافشان دیوار دارند. ساکنان دیده نمیتوانند. شاید ما آنها را چند روز پس از طریق ماهواره بینیم. تحلیلگران اسرائیلی میگویند به خاطر اوج نگرفتن تنش اسرائیل به جای حمله به برنامه هسته‌ای و پایگاه‌های نفتکشی و پایگاه‌های نظامی حمله کرد. فشاری بزرگ، خیلی بزرگ در 2 هفته اخیر از جانب مأموریت بایدن بود تا جنگ کلان نشود. با باور من اسرائیل که از امریکا سلاح و مهمات میگیرد و وابسته است، نخواست بایدن و هریس را ناراحت کند. هدف حمله پایگاه‌های نظامی، سیستم دفاع هوایی و کارخانه استحصال پهپادها بود. اسرائیل میگوید به واکنش ایران آماده است. برخی تحلیلگران برینند که شاید ایران پاسخ ندهد. امیدوارم که آنها به قرار میآیند که با موشک‌های بالستیکی به اسرائیل حمله نکنند، چون ایرانی‌ها حالا درک می‌کنند که این پاسخ سخت اسرائیل و جنگ منطقوی را در پی خواهد داشت. مقامات اسرائیل میگویند با ایران حسابشان را برابر کردند و امیدوارند ایران پاسخ نمیدهد. با این وجود آنها میگویند به هر یک حمله احتمالی آماده هستند. برمیگردیم به تاجیکستان. خانواده‌های 2 مخالف حکومت تاجیکستان که به سالهای دراز زندان محکوم شدند میگویند که به دادگاه بالایی شکایت نمیبرند چون میدانند که نتیجه نمیدهد. پیماندان نسیم جان شریف فعال گروه 24 روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند که والدانش با او در بازداشتگاه ملاقات کردند و او خواسته است که برای تغییر حکمش شکایت نبرند، زیرا می‌ترسد که نتیجه برعکس می‌دهد. از این پیشتر عایشه میرزایی و مادر سهراب ظفر رهبر این گروه مخالف دولت حکم پسرش را ناعادلانه خواند، ولی گفت از حکم شکایت نمی‌کند چون فایده ندارد. حامیان حقوق نیز حکم‌ها را ناعادلانه می‌دانند. ما شاهدی حکم بسیار سخت و یکی از طولانی ترین حکم‌ها به مخالفان و فعالان در قلمرو شوروی سابق شدیم. این حکم حتی از حکم‌هایی که پوتین به منقدانش می‌دهد طولانی تر است. رحمان به سهراب ظفر 30 سال و به نسیم جان شریف 20 سال داد. این حکم‌های وحشتناک بیانگر بیرحمی حکومت و افزایش زندانیان سیاسی در تاجیکستان است. دادگاه دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر و نسیم جان شریف را به افراطگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت گناهکار دانسته، یکی را 20 سال دیگری را به 30 سال زندان محکوم کرد. هر دو اتهام را بی اساس نامیدند. گروه 24 در تاجیکستان سازمان افراطگرا و ممنوع اعلان شده است و این 2 فعال مخالف ماه فوریه و مارس امسال در ترکیه ناپدید و دیرتر در بازداشتگاه دوشنبه پیدا شدند. برنامه به پایان رسید، ولی در عالم شبکه‌های اجتماعی در صفحه‌های رادیو آزادی در تلگرام و ایکس، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک درآیید تا بی‌خبر نمانید. اگر شما هم خبری دارید و یا از حادثه مهمی می‌دانید به ما نویسید. تحقیق می‌کنیم درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.